با سلام. در این ویدیو نحوه فعالسازی نظرسنجی رو بر روی تلفن گویای دفتر شما آموزش میدیم. برای این کار بعد از ورود به داشبورد دفتر شما از منوی سمت راست خطهای من رو انتخاب میکنیم و در مقابل تلفن گویا تنظیمات خط رو کلیک میکنیم و در منوی میانی گزینه نظرسنجی رو انتخاب میکنیم. در صفحه باز شده اگر کلید اولیه به حالت فعال نباشه فیلدهای بعدی رو مشاهده نمی کنید. پس اول کلید رو در حالت فعال و سبز رنگ قرار بدید و در فیلد دوم شما میتونید مشخص کنید که مایلید پیام صوتی با صدای خانم با اسم آرمیتا یا آقا با اسم آرمین پخش بشه و همینطور اگر فایلی رو خودتون ضبط کردید و مایل هستید که بارگذاری بشه از بارگذاری فایل این کار رو انجام بدید. و در بخش بعدی مشخص می‌کنیم که پیام صوتی برای دعوت به شرکت در نظرسنجی قبل از انتقال تماس به همکار برای مخاطب منتشر بشه. پس دکمه رو در حالت فعال قرار میدم و متن پیامی که مورد نظرم هست رو مینویسم. در پر کردن این فیلدها دقت کنید. از اعراب گذاری و نشانه گذاری حتما استفاده کنید. چرا که با استفاده از متن‌خوان کامپیوتری این متن‌ها به صوت تبدیل میشه و با این کار صوت‌ها با درستی بیشتری خونده میشه. در قسمت بعدی مشخص میکنید که بعد از پایان مکالمه چه پیامی برای مخاطب منتشر بشه و اون رو به ثبت نظر و امتیازدهی دعوت کنه. در قسمت بعد در پایان ثبت نظر از مخاطب تشکر میکنید و بهش اطلاع میدید که نظرش ثبت شده. و همینطور در فیلد آخر در صورتی که عدد وارد شده معتبر نباشه به فرد اطلاع داده میشه تا دوباره نظر خودش رو ثبت کنه. همچنین با کلیک روی دکمه‌های پلی برای هر کدوم از این پیام‌ها میتونید این پیام رو بشنوید و از درستی خوانش متن‌خوان مطمئن بشید. در نهایت روی دکمه ذخیره‌سازی کلیک کنید. قابل ذکره که گزارش نظرسنجی رو میتونید در منوی سمت راست در بخش گزارش ها گزینه نظرسنجی رو انتخاب و در اونجا گزارش رو به تفصیل ببینید. امیدوارم این آموزش مورد توجه شما واقع شده باشه.